رفتیم شهرستان، اسم شهرستان رو نمیگم چون بعضیا ممکنه بشناسن این شهرستانو. مثل مجلس خودمون صحبت کردیم، تموم شد، بلیت برگشتمون کنسل شد، هواپیما بارندگی شدید کنسل. آقا چیکار کنیم؟ چیکار؟ من صبحم تهران جلسه دارم. آقا تو رو خدا این بنده خدا میخورد دستش. آقا حاج آقا برم هتل بگم، هتل موتل ولش کن، خاکی‌تر از این حرفاییم. فقط من یه شام و نماز یه جا بخوابم، صبح برم تهران، به خدا زندگی دارم. خب بریم خونه ای ما. بنده خدا ما رو بود خونهشون، 3 تا پسر داشت. پسر شامو خوردیم، نماز خوندیم و اینا، بعد خوابیدن پسراش، 3 تا پسر اینجا، خودش هم اینجا، خانمشون اونور. بعد کاری نداریم، صبح موقع نماز صبح بلند شد، من اول بلند شدم، اینا پشت بند من بلند شدن. آقایون خانوما عین 3 تا پسر و مرده هیچ کدوم به هم سلام نکردن، جسارتا مثل مال به هم دیگه نگاه می‌کردن. منم حساسم به سلام. گفتم پسر میگه نه، میگه نه. خب بله آقا. گفتم شما چرا به هم سلام نمی‌کنید؟ گفت آقا ما فقط به غریبه‌ها سلام می‌کنیم. فرهنگو ببین. نمیگم کجا بود. گفتم پسرم منم غریبه بودم، به منم سلام نکردی. گفت دیگه با شما هم آشنا شدیم، تموم شد. دیشب غریبه بودیم. عادت کنید به سلام اول، عادت کنید.